بیا یا توبه با نظرم نمودگیست و فکرم پیر شدم نورت پیری سردارم بیفتیم. آن تلفن شاید همین باشد و بیرون پرتافتند. فهما چی؟ این چی معنی دارد؟ یعنی ما بیهوده آمدیم. امیر چرا تا حال یافتن نمیتواند؟ آخر رقمش نامش معلوم است. باز برای یافتن او چی لازم است؟ یعنی دیگر کاری کردن نمیتوانید؟ فکر میکنید که آنها پسرم را با دستان خودشون آورده میدهند؟ شتاب کنید امیر، پسرم از دست میرود. گوش میکنم. شد فهمیدم. از همین رقم هم به خانه و هم به گلخانه زنگ زده است. باز به چند جای دیگر هم زنگ زده است. همش را یک به یک میبینند. بیچاره پسرم چه کارهایی نکرده است که میدوند با چه عذاب زنگ زده است. من صدایش را شنیدم مرا رها کنید گفتن داره میکرد. مگر دست یکون نفرمون با او تلفن نرسیده؟ اگر اون تلفن را میبرداشتم پسرم را یافته میتوانستم. از نقطه های پلیس هم یگون خبر نیست امیر. گریه نکن. گاز رو زیر کنه ایست. تو دخالت نکن، میدانم چیکار کنم. چیکار میکنی؟ راست شین چهرهات رو کشا. روز بخیر. روز بخیر. یاریدیه منو میشونمت یاریدیه من در اینجایم. مرحمت میتونی روید. تشکر. گپ رو دراز نکرده زود جواب ده. مرده کما رو کجا کردی؟ در برم از تلفن رو به او دهم. چه شد؟ سخت ترسیدی خانم پینار؟ کمال؟ ها کمال. همون کمالی که زنده به زنده زیر خاکش کردی. تو نمردی؟ نمردم ابله. تا سری تو رو نگیرم مردن برایم حرام است. باور نمیکنم. یعنی باور نمیکنی ها؟ این طور باشد بیا با میخوریم. ایستو در اونجا چیزی هست. چی رو انتظاری رفته بین؟
درو محکم کن. بیا بیا برا زودتر برا. را گردیده. بس کن. دمت را گیر. از صبح باز ما رو سرگردان کرده را کرد. نمیروم. گرد. مرا سردیه نمیروم. ایست این طور نمیشود. این دفعه اول پول بعد کودک. مایلش دفعه گذشته کمی خطاگیر افتاد. چند وقت از کار میکنیم یکم بار پولت رو ندادیم. به من فرق ندارد. این دفعه میخوام کارم رو به خطر اجرا کنم. مایلش به این هم در روخان همین که اومدم پول رو میده. پس انتظار میشویم. کمی زود رفته حجره مهمان ها رو آماده کن. های چرا انتظاری؟ زودتر رو؟ زود باش. خوب شد است خانم. تو هم به بالا بر. خوب شد از خانم. بخیر است؟ یه شیر آنها کجاست؟ امروز کوچیدند خانم. فراموش کردم. مگر همین روز بود؟ خیر میلش روند. تو زود به دکتر زن. خوب شده است. همینش نمیرسید. دیگر با تلفن هم گپ زدن نمیتوانیم. در کجایی لیلا؟ من گرسنه موندم. مادرم کی بیایند؟ کاش میدانستم. تخم بریان میخوری؟ این طور باشه بیا با من کمک کنی یک جای آماده کنیم. من به این هم به زور نگهدم. کدام شمال تو رو به اینجا آورد خانم لیلا؟ وقتی رفتن دیگر بر نمیگردم گفته بودی. غرورت بلند بود. چی شد؟ امونید در این موضوع با من گپ نزنید. من باید کار کنم. من گفتنیم که حالا در اینجا من جای کاری خالی ندارم لیلا. اما اگر صبر کرده انتظار شوی با یک دو جا خبر میرسانم. یگان کاری پیدا شد زنم میزنم. تشکر اکا. پنهان نکن. درد تو چیز دیگر است. شاید که شما کمی به من قرض میدهید. وعده میدهم که بعد از به کار بر اومدن برمیگردونم. چی شد؟ شوهرت تو رو تامین نمی کند؟ در دستت دستمانه طلا بود. در بالای میز گذاشته رفتی. معلوم می شود که شدم نیو که می شوم گفتن لازم بوده است. گیر. اوه خدا این دختر کجا شد؟ اوه فریده چی شد؟ خوابت آمد؟ شکمم در کرده ایستاده است. گرسنه موندم. یگان چیزا خوردی؟ ایسا در پایان نان بود. رفته بیارم. میخوری؟ مایلش میخورم. اکا آب هم میارد. مایلش. او به خود آمد امیر. اما با کسی گپ نمیزند.
خواهرکم این طور نکن آخر. من چند روز است که خبودیر هستم. اقلا یگون چیز گوی؟ خیلی شرمی دارم اپا. این طور زندگی کردن نمیخوام. تو یگون کاری نکرده ای که شرم داری. در اصل باید آنهایی که تو رو با این حال رساندن شرم دارن. خودم نمیدونم چطور به این راه رفتم. گشت کن نشه. ما در برات هستیم. خواطر نشو. همش خوب می شود. این روزها هم پسی سر می شوند. نیش. انگیر تو چی کار میکنی با من ده؟ مان آخر کودک گرسنه شده است. ابله مگر پیش از عملیات یگان چیز میدهند؟ خیر هیچ نباشد مان آب نوشد. مایلش گیر. سرده مرا سرده. نگفته بودم که از دخترم دور باش. نگفته بودم جناب به خدا من دور بودم. گفته یو. تو چی کار کردی؟ برای 2 گرم مال دختری مرا زیر پا کردی. حیاتش رو ویران کردی. سرده خواطر مشو. خواستت رو میگیری. کاری نکردم. من چیز نمیخوام به خدا. این هم در اینجا چی قدری که میخوایی هست؟ این را گرفته برید. نه کارتا رو تمام کرده به جایی برسایید. التماس رحم کنید جناب. این عیبی من نه. من اشکال نکردم. التماس جناب. التماس. تا صبح چطور در از نیشه میستی؟ به حال خودت نگاه کن. او خواهری من است امیر. اگر لازم اوید البته میایستم. یاسمن گوش کن. من اجازت نمیدهم که تو خودت را عذاب دهی. حاضر من به امنیت میروم و تو را به خانه میبرم. میلش. آنجا خانه ای توست امیر. از من نیست. من تنها یک کلبه بنیاد کردم. آن هم با تو. بس است یاسمن. بس است اکنون. مگر ما همیشه سر یک مسئله جنجال کردن میگیریم؟ چرا نمیفهمی یاسمن؟ آخر فکرم همیشه با تو میشود. وای افتی خیست خوب است. آخر از فکر تو دیگر کاری کردن نمیتوانم. به نزد مادرم میرویم. به این مسئله در همینجا خاتمه میگذاریم. فهما؟ مادر آنها در برم بودن. با من بودم. این خیل شدنش رو فکر نمیکردم. همیشه چیزهای روی میدهند که در فکرمون نیستند. چشمانم را کشیدم که آنها نیستند. هیچ طور شد. کاش که سختر آنها را با آغوش میگرفتم. کاش که با آنها زیادتر وقتم را میگذراندم. وقتی عزیزانمون در نزدمون فکر میکنیم که وقت نمیگذرد. حیات چونین نیست. یک وقت هستی وقت دیگر نه. وقتی که آنها رو میوبی همینطور سخت با آغوش گیر، بیبوس و سر نده.
Söylesin kim sever benim kadar, benim kadar. Söylesin kim özler benim kadar, benim kadar. Söylesin kim sever benim kadar, benim kadar. Söylesin kim özler benim kadar, benim kadar. Söylesin kim anlar canını uğruna arar, yokluğuna kim yarar benim kadar, benim kadar. Söyle sana kim can der, kim ağlayıp kim güler, ömrünü perişan eder benim kadar, benim kadar. Söylesin kim sever benim kadar, benim kadar. Söylesin kim özler benim kadar, benim kadar. Söylesene benim söyle, söyle sancım sen söyle. Çözülmez bir bilmece senin kadar, senin kadar. Son bir defa dur desem, hep yanımda kal desem, ben yalnızım sabır desem, külüm kadar, külüm kadar. مراد خوب رفتی پسرم. مراد کنی خیز در جایت خواب را آخر در اینجا خونب میخوری. اکنون من تو رو چی دور کشاله کنم مراد. کنی بیا شیر بچه بیا. خوبی خوش بسرم. انا من اومدم. مراد رو بیدار میکنی. با شکم گرسنه خوابش برد. من برای او خوراک آوردم. اینها را با کدام پول خریدی؟ از دوگانه‌ام قرض گرفتم. اونقدر پول زیاد هم نه. اقلا پول برق رو می سپاریم. با پول باقی مونده یک چند روز زندگی میکنیم. لباس هم رو عوض کنم بعد یکان چیز میپزم.
талхамро кафонди бин ҳама ҷо торик. муродро бедор накун. ман барояш тухм бирён пухтам. хуб, ин тор бошад майлаш. лайло, дигар аз касе қарз нагир майлаш. ман пагоҳ баромада ягон кор меёбам. майлаш, худат медонӣ. خدایا این خانه رو از هم رها کن. رها کن خدا جون. نباهر اینجایم خریدیم. ممکن است که امشب در حجره پیدا کنم خواب کنم. شما رو ناراحت نمی کنم. چه ناراحت دخترم، اینجا خانه خودت، هر وقتی خواهی آمدن گیر. تشکر. گنار گنار شرف شرف خوش آمدی. بیا جونم. من برای دیدن خیردین آمدم، اگر اجازت دهی. میجونم، این طور نگو، آخر تو پدرش هستی. بیا درو. به این هم تمام شب خواب نکرد، گویا آمدنت رو حس کرده باشد. حاضر با یک عذاب خوابانیدم.
پسرم بین کی آمده است. شرف این رو بین چی خیلی زیبا خوابیده است. مثل ملائکه. شرف اکنون به گپ فریده گوش کرده ما رو زیق نکن. از دیروز باز زیق شدم. نه برای خودم، نه برای خیر دین زیق شدم. پسرم بهوده از مهر پدر محروم میماند. شرف خوب هستی؟ یا اینکه با کودکان یگان واقع شده است؟ مرا نترسون. به این هم فکر و خیرم به اونها یگان خبری بده شنیدی؟ شکری همه روزهای و شبهای دادت، شکری امیدی در دلم جا کردد. خدایا ما را در تاریکی های دراز محکوم نکن. از نوری که به یوسف در چاه نمایان کرده ای و مرحمتی که در گردن اسماعیل نازل کرده ای ما را هم بی نصیب نگردان. آمین. خدا جان، مرا از فرزندانم جدا نکن. آنها را به من برگردان. التجا میکنم. التجا میکنم خدا جان، با ما کمک کن. ما رو ناامید نگردان. ما رو از آن محروم نساز. برای گناه های ما کودکان را جزا نده خدا جان. تو بخشنده و مهربان هستی. گناه هایمان را مغفرت نما. این باری گران را به کتفمان نگذار خدا جان. مگر یاسین قلب قرآن نیست؟ برای تشنگان آب و را گم کردگان راهنما نیست؟ مگر التجا می کنم دو کلمه از زبانم برآمده را بشنو. یاسین. ای خدا جان کمکم کن که پرنده شده پرواز کنم. در یک میجه زدن به خونه رسم. مادرم بوده است نبوده است گفته افسانه گوید. در روی زانوهایش خوابم برد. اکا کودک دیروز اومد امروز باشد به عملیات می‌داریم. او رو تشخیص هم نکردیم. من نمیفهمم این چی میشود. تو کار خودت رو دون. دکتر کارش را میدونه. سرت را با چنین چیزها گرنگ نکن. از پس کارت شو. آخر اکا هر دیاشون هم میمونن. این رو میفهمید. با تو چی ابله؟ مگر پسری تو این را بینه تو پولت را دون. چی شد؟ یگان خبر است؟ کمی پیشتر زنگ زدن. بیمار تمام صبح در اینجا میشوده است. اینش باز از کجا برآمد؟ باز من زود میروم گفته خرسند. کودکی با تقدیر یک چند ساعتی دیگر دارد.
کودک رو برای عملیات آماده کن. بیمار اومد؟ نه، در راه احوالش بد شده است. او را پس بردن. ما اینجا گرده رو گرفته به آنها برده میرسانیم. زودتر باش، باید رویم. مایلش. زودتر. کنی خیز این را پوش. این چیست؟ اوف، بسیار سوال نداری، گفتگیم را اجرا کن. امیر، پدرم در کجایم؟ پدر جان نهایت کودک ها رو یافتیم. کمی پیشتر سلیم زنگ زده بود. خدایا شکر. صد شکر. پسرم، نبی رهایم را به نزد من بیار. از برای خدا بیار. شما خاطر نشوید پدر، آنها رو میارم. شرف در کجاست؟ شرف نیست پسرم. شب برآمده رفت. حالا هم برنگشته است. خدایا خداوندم. من زنگ زدم، تلفنش خاموش بود. به جای کارش هم زنگ زدم، جواب نداد. فریدم همینجا بود، صبح برآمده است. من نمیدانم این آدم در این خیل حالات ها به کجا غیب میزند. خیر میلش، من به ینگم زنگ میزنم. من رفتم تا بازدید. خیر پسرم. انشاءالله یگان حادثه روی نداده است. از برای خدا این تر نگوی خیردین. بعد این قدر واقعه ها باز تو سر نکن خیردین. میلش. ای وقتی که زن از کجا یافتنی شوهرش رو میدوند این خیلی خوب است. همین طور نیست؟ شرف را جیغ زن. خوب است. حالا او رو بدار کردن نمیتوانم. درتر بیا. امیر، لبای امیر. ینگه ما کودک ها را یافتیم. حاضر به آنجا میرویم. شما شرف را یافته به من زنگ زنید. من جای را به شما میگویم. خدایم را شنید. با کجا؟ شرف فریده؟ در کجا بودن کودکان را فهمیدن؟ اگر حالا هم فرزندانم و تو لازم باشند من در بیرون انتظارم. گیرین رو. شرف من هم روم. در 2 دقیقه آماده میشوم. دیوانه شده. در آنجا تو چیکار میکنی؟ اما گوش کن، من خبرهای خوش رو انتظار میشوم. به من زنگ زن. مرا به خبر نمون. از کجا رفتم فریده؟ احوالشون خوب است؟ نمیدانم. با امیر زنگ زده پرس. رفتیم. چرا این رو پوشم؟ من لباسهایم رو نمیبرارم. آخر جانکم لباسات خیلی چیرکینن. بین این خیلی تازه و آزاده است. خاله جان التماس میکنم مرا به نزد مادرم بره. مادرم حالا تنها است. نه این طور نمیشود. تو رو چطور به نزد مادرت میبرم؟ مگر او از من نمیپرسد که شما با پسری من چی کار کردید؟ راست میگوید میبرید. البته میبرم. پس چرا با مادرم گپ زدم جنگ کردید؟ من هم مجبور شدم. مگر من نمیخوام که تو به نزد مادرت روی. آنها مرا هم عذاب میدهند. این رو پوش. شما مرا جراحی میکنید من میدونم. اگر دانی چرا میترسی؟ خوب رفته میخیزی؟ درد را حس نمیکنم. نه تماما. بدور شام به نزد مادرم میروم. زنگ میزنه مادرت زود اومده میبرد. اما حاضر زودتر پوش دکتر رو انتظار نکنیم. میلش. میدونی امشب در کجا بودم شرف؟ در خانه اتان. دردم تنها در اونجا کمی سبک شد. تنها اونجا وقتی که لباس های کودکانم رو بوی کشیده با آغوش گرفتم خودم را کمی سبکیز کردم. تو مرا از سنگ فکر کردی فریده. جگری من هم مثل تو میسوزد. از سنگ نبودنت رو این صبح دیدم. یک چیز دیگر رو هم دیدم.
تو برای جا کردن خودت بندر نوی افتایی. مرا باشد موج به هر طرف میزند. ما آمدیم. تو با کدام رویت بیبی جانش؟ با کدام رویت باز به این خانه آمدی؟ شرف گفت که رفته در خونه انتظار شب. از کودک ها یگان خبری هست؟ ای خدا، برای کدام گناه این زن را با من رو پرو میکنی؟ مگر او تو رو از در بیرون نکرده بود؟ شما خانم نباید به همه چیز از طرفی بدش نگاه نکنید. چی گفتی؟ قبول کنید ما با شرف که های این مسئله را حل کردیم. دیشب او با من بود. باور نمیکنم. از گفته هاش پشیمون شده است. بخشش پرسید. به این هم نمیفهمم شما از من چی میخواهید؟ از یک طرف فریده، از دیگر طرف باشه شما. آماده شدی؟ گذر. جای ترسش نیست. آخر تو بچه کلان شده ای کو. همین که بیدار شدی تو رو به نزد مادرت میبریم. گذر. کنی بیا. ها. اینجا خیلی خنک است. حاضر گرم میشوی. آماده اید دکتر آید. سوزندور رو گذراندم. کمی دیرتر از هوش میرود. قبر تیار؟ کدام قبر؟ باز او را گل چوب کنیم. همین خیلی پرتوفتا میرویم. چی شد فریده؟ یک باره نفسم گرفت. خوب هستی؟ نه چیزی شده ایستاده است. چی؟ نمیدونم. گویا تمامی بدنم یخ میکند. با فرزندانم چیزی شده ایستاده است. شرف فریده از برای خدا این طور نکن. خودت رو با دست گیر. شرف زودتر. لنسید بابایم درباره مرگ نقل کرده بودند. ما هممون پس از مردن مثل دانه به زمین می‌دراییم و در آن دنیا در جنت مثل درخت می‌سبزیم. آن دنیا دنیای ابدی است. در آن دنیا نمی‌میرند، نیست نمی‌شوند. برای همین گریه نکنید مادر جان. زیق نشوید. با پدرم هم گوید که زیق نشوند. از دو سر در آن دنیا ما وام می‌خوریم. شما مادر جان دویم ما رو جنگ میکردید که سراستی من نشوم. پسری سراستی من هم میگفتید. انا دیدید باز سراستی من شده پیش از شما میروم. با مکتب اولی داخل نشدم. با خدمت حربی هم نرفتم. بابایم همیشه میگفتم که در هر کار یک خیری هست. شاید ندانسته برای کسی خوبی کردم. خونو خورده ایستادم مادر جان. اینجا خیلی سرد است. مرا به آغوش گیرید مادر جان. پسرم گفته ببوسید. از من نرنجید مادر جان. التماس.
барои аминаро ҳифз карда натавонистанам, маро бубахшед. хоҳаракамро ҳифз карда натавонистам, модарҷон, маро бубахшед. ҳаққатонро ҳалол кунед, модарҷон. ман шуморо бениҳоят дӯст медорам. من هم تو رو دوست می‌دارم جانکم، من هم تو رو دوست می‌دارم. چی شد فریده؟ چیکار میکنی خیریدی؟ از خنوکی میمورند. در پیش زمستان است. این سو با خبر نو در دلمان امید بخشید. این دو گل امیدم و این آب جان نبیرگانم است. زودتر بچه ها، زودتر. زودتر بچه ها، همه جا رو ببینید. یاسین خلوق خرتی بسرم بسرکی مغان بدنکت یخ کرده حاضر بسرم حاضر گرم شدی گرم شدی زودتر بچه ها، زودتر. تخمانه رو هم بینید. امیر، فریده رو ندیدی؟ شرف، ینگم همراه تو نبود مگر؟ ها، با من بود، لیکن او رو گم کردم.
زودتر بیایید. با دقت باشید. یوسی فریدا زود به اینجا یوری تعجیلی فرستاد. یوسی با بچه ها هم خبر دهید. او پسر من است. پسر من است. آقای شرف او پسر من است. خوب است. او را بیدار نکنید. او پسر من است. استراحت میکنم. چطور دلشان شد؟ و بیرون برایم. بی چرا برایم؟ من او را تنها نمیگذارم. یانگا الکیموس یانگا یک روی نکنید. بیرون برایم. یانگا چطور دلشان شد؟ آخر او کودک است. تو رو تنها نمیگذارم پسرکم. تو رو تنها نمیگذارم جانکم. چی کار کردی امیر؟ چی کار کردی؟ حاضر از اینجا میرویم پسرکم. نوری چشمانم. خیز جانکم. خیز از اینجا میرویم. بیا خیز و خیر. بیچارم از دست رفت. از دست رفت. پسرکی من. چطور دلشان شد؟ چطور؟ گم سنمی. مرا ببخش شرف. چطور تو را ببخشم منیر؟ چطور تو را ببخشم؟ پسرم از دست رفت. پسرم آخر او پسری من است. جان و جگری من است. آماده ایستاده. کمی زودتر باشید. امیر جوری تعجیل آمده ایستاده است. پسرم از دستم رفت. پسرم از دست رفت. تو را دیگر هیچگاه تنها نمیگذارم. هیچگاه. کنی دستم رو گیر.
گیر دستم رو دور از جات خیر بیا بیا جان نکن بیا به خونه میرویم بیا خیر خوابش تقصورده است مراجق نکن منصور رفیقم صبر چشمت رو کشو شرف شرف از دست من چیزی نیامد